روز شما بخیر بینندگان ارجمند، شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم که با مهمترین خبرهای روز آشنا میکند. امروز جمعه 27 میلیون است. این برنامه با اتفاق همکاران ما در تاجیکستان و پراگ تهیه شده است. امروز چنین مطالب را تقدیمتان میکنیم. 28 سال بعد امضای سازشنامه صلح هم یک ساکن ناحیه یاوان در جستجوی عدالت برای کشتار پدرش در سالهای جنگ شهروندی به سر میبرد. میرن که بابی مایخونی همینجا نمیگیرن، شتاب میرن که اوتان دستان که بستگی میگه. به قول منصبداران آمریکایی و ایرانی بعد حمله‌های اسرائیل و آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران به طور جدی آسیب دیدند، ولی فعلا دورنمای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ناروشن باقی میماند. عروسی با حشمت در ونیتسیا و اعتراض ساکنان محلی. جشنی توی میلیاردر جف بیزوس مهمانهایش را شاد و ساکنان عادی شهر را ناراحت کرد. امروز در تاجیکستان عید وحدت است که به خاطر امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفانش در پی جنگ 5 ساله روز 27 میلیون سال 1997 اختصاص یافته است. 28 سال پیش رهبران حکومت و مخالفان تاجیکستان در شهر مسکو به جنگ برادرکش نقطه گذاشته به موافقه آمدند که هر دو جانب در رشد بعدی تاجیکستان همکار و شریک خواهند بود. ولی با گذشت سالها انتقاد از حکومت تاجیکستان در زمینه از صحنه سیاسی و فضای حقوقی کشور رانده شدن مخالفان بیشتر می شود. پرزیدنت تاجیکستان امروز در ناحیه شغنان در دایره سفرش به ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان روز وحدت را تبریک و آن را رمز صلح و ثبات در کشور و اتحاد و سرجمعی مردم نامید. با گذشت نزدیک 13 سال تا حال نه همه از زخم‌های جنگ شفا یافته و به عدالتی که آن را تقاضا می‌کنند دست یافتند. یکی از آنها خانواده ابراهیموف ها است. جمال الدین ابراهیموف بیش از 20 سال است دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دادن قاتلان او می‌گردد. ارشاد سلیمانی و برات یوسفی سرگذشت تلخ این خانواده را بازگو می‌کنند. روز وحدت ملی در تاجیکستان که به مناسبت امضا شدن سازش صلح بین حکومت و مخالفینش در 27 میلیون سال 1997 و پایان جنگ شهروندی بخشیده شده است، نه تنها مورد سپاسگزاری از صلح و آرامی بلکه یادرس شدن فاجعه های گذشته می شود. از جمله برای جمال الدین ابراهیموف که بیش از 20 سال باز دنبال پیدا کردن قبر پدر و جزا دیدن قاتلان او می گردد. این ساکن 41 ساله ناحیه یاوان میگوید در ماه دکمبر سال 1992 همگی 8 ساله بود که پدرش را همراه با عمک و بابایش یک گروه سلاح به دست به قرارگاهشان در زندان یاوان برده وحشیانه به قتل رسانده. وجود بود فایز خان دانا نچارنیک همه ما بود کماندری کلونشون بود. اینا با کماندری کلونی همین یاوان بودش طبیعی چیز محمد جان زاغف بود با و قاینمه بود که در آنجا که یا هم مش دکازات دیگه چیزی که میگم یا حقیقت که یا اساس داره. محمد جان زاغف هم خیلی برآمد کرد در آنجا که خسروی قیام هردش گفت که بکشید چه در گنرالی پروکراتور هم که در پروکراتوری یاوان هم که در شاه منصور هم مجدا همین گپ محمد جان زاغف گفت که تغییر و پرسید شکی کیان گفت تغییری تری محمد جان زاغف گفت محمد صالح گفت مظفری چاشکوت یا هم در آنجا که اشتراک کرده بودن در آنجا دست دارن میدونن که مثال که جسد پدری ما کجوره. پدر جمال الدین قیام الدین ابراهیموف معروف به قیام پهلوان یاوانی از ورزشگران شناخته و سرمایه‌دار بود. او با سران عالم جنایی یا ریکی تیرها نیز آشنایی داشت. در سالهای 90 قیام پهلوان که همگی 28 سال داشت در میان ورزشگران و هم در میان تاجران نوپیدا معروف بود و ادعای فرزندش برخی قماندان‌های صحرایی و گروه‌های جنایی با پدرش و خانواده آنها مخالفت پیدا می‌کنند. پدری مرا میگیرن ایام پست میگیرن میارنش عده زون یاون شتاب کرده بودن уже так دست گاردنور کورچ پورچ ازوقتی همو بیگونیش میرن که بابی مایخونی همینجا نمیگیرن شتاب میارن که اوتان دستان که بستگی میگه رگو بریدگی میگه همو وایروژونی میگه ماسک کشیدگی میرن بابی میگیرن میارن اوتما
همین زون میارن همین ازدواج میکنن ایش میکنن اوش میکنن بابیما میزنن 3 تیر میزننشو دستشو با کلچکتی میبرن 3 تیر بابیم در پیش اتاق میزنن که مصفد اتاق هم میگه اوخه چیزه میگه پول میگه میتونم ها چیزه که میگه میتونم تو نه نکرد همین کار از اون نکنه چند که در کار بگو میگه ما باید تو ازدواج کنیم. جمالدین ابراهیموف پسر قیام‌الدین برای پیدا و به جوابگری کشیدن قاتلان پدرش به مقامات از جمله دادستانی کل تاجیکستان و دستگاه پرزیدنت مراجعت میکند. در آغاز تحقیق قضیه را دادستانی و شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه پیش میبرند. از جمله در برابر چند نفر دیگر خود جمالدین را هم برای روبرو کردن دعوت میکنند. بعدا مقامات ناحیه یاوان از جمله دادستانی به تحقیق قضیه میپیوندند و حتی تشخیص کالبدشناسی قبر پدر قیام‌الدین را میگذرانند. اما بعد این همه به گفته پسر قیام‌الدین کار به یک بارگی خاموش شده، کسی مجازات نشد و مراجعت های بعدیش بی نتیجه ماندند. فیضی خان ناظیموف راهبر گروهی که به گفته جمالدین در قتل پدرش دست دارند این اتهامات را بی پایه خواند. همونجا فرق اپراکاتور یا زادل سی یوان فرق اپراکاتور یوان فرق همونجا فرق پوشیدن. روز که فدرال باشه مبایر یه درون نمیشه. یک سالی نبود دو شده بود روز که ما دیگه نمیشه شد. بعد هم جواب هم خیلی همین بود که هم گفتن که کارگوت رو اوکی وشی کارگوت چیکار کرد دیگه هم دیگه هیچ نخوچم نیست. ظاهرشاه عبدالرازق زاده یاردمچی دادستانی ناحیه یاوان در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیو آزادی گفت که این موضوع کمتر سیری مخفیگی دارد و چیزی زیادی گفته نمیتواند. همچنین رادیو آزادی برای دریافت نقطه نظر مقامات رسمی به دادستان کل تاجیکستان روز 10 میون نامه ارسال کرد ولی تا روز 25 میون پاسخ آن را دریافت نکرد. جمالدین ابراهیموف میگوید تلاش‌هایش برای پیدا کردن قبر پدر و قاتلان تا کنون نتیجه نداده است. مقامات انتظامی یاوان دیگر او را نمیپذیرند. دادستان کل با آخرین مراجعت تکراریش روز 11 میون پاسخ داده مسئله را به دادستانی ناحیه یاوان واگذار کرده است که باید تا 20 ایون نتیجه بررسی ها را به مؤلف مراجعت به طور خطی پیشنهاد کند ولی تا 25 ایون این نهاد هیچ اطلاعی به ابراهیموف نرسانده است. داستان جمالدین ابراهیموف یکی از صدها و شاید هزاران داستان غم‌انگیز زمان جنگ داخلی تاجیکستان است که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد. در آن زمان نه کمتر از 50,000 نفر کشته و هزاران تن دیگر بینام و نشان شدند. تنها در ناحیه یاوان سالهای 1992-93 550 تن کشته شده است. اما تعداد آنهایی که مثل جمالدین 10 سالها بازگوری عزیزان بینام و نشان شده شان را می‌جویند سال به سال کم و کمتر می شود. مظفر دولتمیرов یکی از روحانیان معتبر پیروان مذهب اسماعیلیه ولایت بدخشان در زندان یاوان درگذشته است. دولتمیرов 61 ساله از بیماری قند رنج میکشید و به گفته فعالان روز 25 ایون بر اثر همین بیماری فوت دیده است. مقامات رسمی در این باره هیچ چیزی نگفتند. دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان او را سال 2022 با اتهام دعوت به افراطگرایی به 5 سال زندان محکوم کرد. جزئیات پرونده روحانی با نفوذ پنهان نگه داشته شده است. ولی در خروق سال 2022 سر و صدایی بود که گویا یک سبب بازداشت او خواندن جنازه یک شخصی با نفوذ محمد باقیروف بوده است که مقامات او را جنایتکار مینامند. شهر خروق و ناحیه روشان در آن سال شاهد تظاهرات مردم ناراضی و عین زمان عملیاتی به گفته مقامات ضد تروریستی بودند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مقامات امریکا و ایران گفتند که برای از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای تهران در تماس هستند، اما الحال هیچ مذاکره رسمی برنامه‌ریزی نشده است. صحبت‌ها از شروع دوباره مذاکره‌های
دو طرف در حالی است که آخرین ملاقات آنها باید 15 ایون برگزار میشد، ولی با سبب حمله اسرائیل به ایران تهران گفت شرکتش را در این مکالمه بکار میکند. اگر این ملاقات تعیین شود ظاهرا در شرایط و واقعیت‌های نوی بعد جنگ 12 روزه برپا خواهد شد که در آن ایالات متحده آمریکا هم دخیل بود. صحبت‌های مقامات دو کشور در کدام پایه قرار دارد؟ از مطلب همکارم طاهری سفر می‌بینیم. مقامات آمریکا و ایران روز 26 ایون گفتند که برای از سر گرفتن مذاکرات پیرامون برنامه هسته‌ای تهران در تماس هستند، اما هیچ مذاکره رسمی برنامه‌ریزی نشده است. Good afternoon, everybody. Good to see all of you. کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید در یک نشست خبری گفت که آمریکا با ایران و میانه‌روهای آن در تماس است و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به تلویزیون دولتی گفت که دیپلماتی در جریان است و تماس‌ها از طریق کانال‌های گوناگون ادامه دارند. عراقچی افزود هیچ توافق، برنامه‌ریزی یا گفتگوی برای آغاز مذاکرات نو صورت نگرفته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ که روز 25 ایون در نشستی ناتو در گاگ سخنرانی می‌کرد گفت امریکا هفته آینده با تهران مذاکرات برگزار می‌کند. آنها دیگر با هم نمی جنگند. به قدر کافی جنگیدند. مثل دو کودکی که در پشت مکتب می جنگند. می دانید که آنها بسیار سخت می جنگند. نمی توانید پیش راهشان را بگیرید. اجازه می دهید که 2-3 دقیقه بجنگند، بعد پیش راهشان را گرفتن آسان می شود. ششمین دوره گفتگوهای آمریکا و ایران در عمان به روز 15 ایون برنامه ریزی شده بود، ولی بعد حمله های نیروهای اسرائیل در روز 13 ایون به ایران آن را لغو کردند. عراقچی ضمن صحبت در تلویزیون دولتی ایران تصدیق کرد که حمله های هفته گذشته نیروهای آمریکایی به تأسیسات اتمی ایران آسیب قابل توجه به زیربنیادهای اتمی رسانیدند. پیش از اظهارات عباس عراقچی روز 26 ایون شورای نگهبان قرار پارلمان ایران را برای بازداشتن همکاری کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب کرد. قرار با 221 رأی موافق و به هیچ رأی مخالف در پارلمان ایران تصویب شد و شورای عالی امنیت ملی باید درباره آن تصمیم نهایی را بگیرد. خدا رو سپاس می‌گذاریم. شورای عالی امنیت ملی ایران رسما تابع ریاست جمهور است، اما مانند همه نهادهای اساسی ایران به آیت الله خامنه‌ای پاسخگو است. قطع همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بدین معناست که ایران درباره فعالیت‌های اتمیش به این سازمان دیگر گزارش نمی‌دهد، اگرچه بر طبق اهنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی باید این کار را کند. تهران مدت هاست آژانس بین المللی انرژی اتمی را به آن متهم می‌کند که تمایل به ضد ایران دارد و در این زمینه با قدرت‌های غربی و اسرائیل همکاری می‌کند. رافائل گراسی مدیر آژانس سال‌هاست شکایت دارد که ایران در تحقیق مرکزهای پیشینه هسته‌ای و اعلان نکرده خود با سازمان آنها همکاری نمی‌کند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت بدترین سناریو این خواهد بود که تهران اکنون از اهنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی خارج شود. ماکرون پس از نشست اتحاد اروپا در بروسل به خبرنگاران گفت برای حفظ این عهدنامه روزهای آینده با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو می‌کند. و یک خبر از یک جشن عروسی با شکوهی که این روزها در شهر ونیتسیا ایتالیا جریان دارد. یکی از ثروتمندترین شخصان سیاره صاحبکار جف بزوس با ژورنالیست لورنس سانچز تویی دارند. برای اشتراک در این مراسم پرشکوهی که ارزشش 50 میلیون دلار حساب شده است، شخصیت‌های معروف و با نفوذ جهان از جمله بیل گیتس، ملکه اردن، خواهران کارداشیان، دختر دونالد ترامپ ایوانکا با همسرش جارد کوشنر و دیگرها در ونیتسیا قرار دارند. ولی این مراسم شادی و شکوه برای بسیار ساکنان، برای آنکه شهر قدیمی و عتیقی در اختیار ثروتمندان و پولداران واگذار شده و راه‌ها را بسته‌اند، خوش نآمد و آنها به اعتراض برآمدند. روز پنجشنبه از ساعت 4 بیگاه تا شب به خاطر مراسم در کلیسای قدیمی مادونا دلورتو شهرداری قسمت مرکزی شهر را بست. بزوس 61 و عروسش 55 ساله بوده. توی آنها با تمام معرکه ها 3 روز از پنجشنبه تا روز شنبه را در بر میگیرد. میلیاردر بزوس مدیر شرکت اینترنتی آمازون بوده. در فهرست فوربس چون 4مین شخص ثروتمندترین سیاره یاد می شود. ازدواج پیشینی او تا سال 2023 و 25 سال ادامه کرده است. و برنامه امروزه در همین جا به انجام می رسد. تشکر که با ما بودید. خدا نگهبان شما.